در چند شبانه روز گذشته درگیری‌ها میان نیروهای مرزی امارات اسلامی و رژیم نظامی پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند شدت گرفته و همزمان گزارش‌هایی از حمله‌های هوایی پاکستان بر برخی ولایت‌ها و حتی پایتخت افغانستان منتشر شده است. در مقابل اما نیروهای امنیتی افغانستان با اجرای عملیات‌های انتقام جویانه در امتداد خط فرضی دیورند از جمله در ولایت ننگرهار و گذرگاه تورخم موضع‌های نیروهای پاکستانی را هدف قرار دادند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی امارات اسلامی در منطقه انگورده ولایت ننگرهار عملیات متقابل بر ضد موضع‌های نیروهای پاکستانی انجام دادند. منابع مدعی‌اند که در پی این عملیات چند پاسگاه و نقطه استقرار نیروهای پاکستانی تخلیه شده و درگیری‌ها به گونه گسترده ادامه یافته است. قوای هوایی وزارت دفاع ملی روز گذشته بار دیگر حملات هوایی موثری را بر پایگاه‌های مهم نظامی در پاکستان انجام دادند. این حملات بیز نورخان در راولپندی، قلوردوی نمبر 12 در کویته بلوچستان، کمپ خویز در مهمند جنسی در خیبر پختونخوا و برخی دیگر از قرارگاه‌ها و تأسیسات مهم نظامی پاکستان را هدف قرار دادند که در این حملات خسارات قابل توجهی به اهداف یاد شده وارد کرده است. این عملیات در پاسخ به تجاوزهای هوایی اردوی متمرد پاکستان انجام شد که روز گذشته کابل، بگرام و برخی دیگر از مناطق را هدف قرار داده بودند. قابل ذکر است که هر گونه نقض حریم هوایی و بی احترامی از سوی حلقات شرور پاکستان با واکنش شدید مواجه خواهد شد. در همین حال گزارش‌هایی نیز از درگیری میان نیروهای امارات اسلامی و نیروهای رژیم نظامی پاکستان در تورخم منتشر شده که از تبادل آتش سنگین، استفاده سلاح‌های سنگین و پهپادها از سوی هر دو طرف حکایت دارد. با این همه اما نیروهای رژیم نظامی پاکستان شب گذشته در روستای هجری ولسوالی دنده پتان ولایت پکتیکا چند خانه مسکونی را هدف قرار دادند. به خاطر اطمینان شما ملت شریف افغانستان باید بگویم بعضاً طیاره‌های دشمن مزدور و دشمن ناکام از فضای ما و شما عبور می کند و مجاهدین شما، فرزندان شما به خاطر دفاع از شما پیرهای هوایی می کند به خاطر دفع حملات دشمن. شما نگران نباشید، اینها فرزندان شما هسته. شما مطمئن باشید، شما به فرزندان خود اعتماد داشته باشید. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان در گفتگوی تازه بعد تجدید تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد واکنش نشان داده است. آقای خلیلزاد میگوید رهبری ارتش پاکستان تحلیل نادرستی از وضعیت افغانستان دارد و تصور میکند میتواند از طریق فشار نظامی به هدفهای خود دست یابد. آقای خلیلزاد همچنان خواستای اسلام آباد از کابل را غیر منطقی توصیف کرده و تاکید کرده است که راه حل دیپلماتیک بهترین گزینه برای کاهش تنش‌ها و حل اختلافات موجود میان دو کشور است. مجرم بولم تقبیه کوم د عمله پر افغانستان باندې ما په کابل کې وو څو هفته پخوا او طالبانو سره مې مجلسونه درلود. زما په نقطه نظر نه طالبان حاضر دي چې یو موافقه پاکستان سره ورسیږي چې نه د افغانستان خاورې د پاکستان په ضد لاغه نه استفاده وشي او نه د پاکستان خاورې نه د افغانستان په ضد استفاده وشي. دا یو بهترین پرنسیپ ده. تنش‌ها در امتداد خط فرضی دیورند در ماه‌های پسین افزایش یافته و دو طرف یکدیگر را به نقض حاکمیت و انجام حمله‌های متقابل متهم کردند. باورها بر این است که تداوم درگیری‌ها میان دو کشور می‌تواند پیامدهای امنیتی و انسانی گسترده‌ای برای ساکنان مناطق مرزی در پی داشته باشد. با ادامه درگیری‌ها چشم‌ها به واکنش‌های رسمی کابل و اسلام آباد و نیز تلاش‌های احتمالی میانجیگرایانه منطقه‌ای و بین‌المللی دوخته شده‌اند.